تحولات اخیر میان مسکو و کیف در دوشنبه هم با دقت پیگیری می شود، حداقل به خاطر آنکه یک طرف قضیه روسیه است، کشوری که اقتصاد تاجیکستان با آن پایبندی زیاد دارد. برخی تحلیلگران پیش آمدن چنین وضع را برای تاجیکستان و به خصوص مهاجران فلاکت بار می‌خوانند. این غیر مستقیما به تاجیکستان خواهد نخواهد تاثیر خود را میرساند. به کدام خاطر؟ با اون خاطری که اکثریت شرکت‌های ساختمانی که در روسیه کار میکنند و از مهنت ارزان مردم تاجیک استفاده می‌کنند، مهاجران تاجیک استفاده می‌برند. آنها که مفلس که شدن، البته مهاجرت تاجیک با مهاجرت جمهوری تاجیکستان غیر مستقیما تاثیر خود را میرساند. بحران نو میان روسیه و غرب بر سر اوکراین بیش از یک ماه است که ادامه دارد. شب گذشته رئیس جمهوری روسیه مستقلیت دنتسک و لوهانسک، دو منطقه جدای طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. برخی کشورهای غربی اعلان کردند که علیه مسکو تحریم جاری می‌کنند. برخی کارشناسان در دوشنبه معتقدند که وضع فعلی نتیجه همان مشکل است که هیچ طرف نخواست از سال 2014 تا این دم آن را حل کند. هم غرب و هم روسیه با آن سیاست‌هایی که از جنگ سرد میراث گرفتند آن را از سر نو زنده کردند، چون که من بر ضد آن هستم که فقط یک جانب را از به احیا نمودن اون پرینسیپ‌های دوره جنگ سرد گناهکار کنیم، زیرا که این چیز از هر دو جانب به نظر می‌رسد و متاسفانه و باز هم متاسفانه از این حالت محض اوکراین ضرر می‌بیند. مقامات رسمی تاجیکستان در رابطه به حوادث اخیر میان روسیه و اوکراین واکنش نکردند. رسانه‌های رسمی از جمله خبرگزاری خاور با نشر یک خبر از جلسه شورای امنیت اکتفا کردند. واکنش رسمی مقامات دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم تا حال معلوم نیست. کشورهای آسیای مرکزی مثل پیشتر به نظر من همه بی‌طرف نیستند، زیرا از یک جانب اوکراین است، از یک جانب دیگر اوکراین و غرب، از جانب دیگر روسیه، ولی در این مرحله به یکی از جانب‌ها پیوستن آنها خطر و ضررهای زیادتر دارد. از این رو طبیعی است که آنها پرره بی‌طرف میمانند. هر دوی کارشناس همصحبت رادیوی آزادی در دوشنبه تاکید میکنند که تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از رویدادهای اخیر بیشتر ضرر اقتصادی میبینند تا سیاسی. این تحلیلگران احتمال تکرار سناریوی سال 2014 را خیلی زیاد میبینند، سالی که به خاطر غصب نیمجزیره کریم غرب علیه روسیه تحریم‌های سخت جاری کرد و انتقال پول مهاجران به کشورهای آسیای مرکزی به مراتب کم شد. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.